آیا میدونی شیرین‌شاه شاه تیمور کی است؟ شیرینشاه شاه تیمور همه میدونه. کی است؟ شیرینشاه شاه تیمور قهرمان جمهوری تاجیکستان. برای چی به عنوان قهرمان داده شد؟ برای همین چی عنوان کرده دیگه آخه برای همون دوره اتحاد شوروی بود تینجی همون دوره ای کردم دیگه. Ангамин Нусратлу Масу қаҳрамони давлат. برای چی به عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد؟ Аламинаша хабар надорам. شاعره شاعری کدام شاعر خلقی نویسیدی؟ نمیدونم سیگه کدام شعر نوشته میدونم که شاعری خلقی جمهوری تاجیکستان قهرمان خلق تاجیکستان برای چی به عنوان قهرمان داده شد؟ یعنی که خدمت کرده به وطن ملت تاجیک چه خدمت؟ خدمتی در تاریخ حکومت شیرینشاه شاه تیمور سرود ملی را نوشته آهنگ سلیمان یودا کفای خید کردی نه دادونزا قهرمان خلق ما بود، خلق تاجیکا. برای چی قهرمانی دادن؟ قهرمان وای بسیار کارهای دولتی ده بود برای تاجیکستان، برای خلق تاجیک خدمت شایسته کردگی. که از قهرمانان خلق تاجیک. برای چی به عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد؟ برای چی؟ برای خدمت شاید. کدام خدمتش؟ Если честно, не помню. Он изображен на купюре 3 сомона. Он сделал большой вклад в Таджикистан. Также он герой, является героем Таджикистана. Один из 6 героев. قهرمان جنگ ضد فاشیستی برای کدام خدمتش به عنوان قهرمان داده شد؟ برای جان نثار کنی اگر خطا نکنی. قهرمان تاجیکستان بوده نه؟ بله. برای کدام کارشون قهرمان تاجیکستان داده شده است؟ اینشو نمیدونم. قهرمان جمهوری تاجیکستان برای چی به عنوان قهرمان تاجیکستان؟ برای بسیار خدمت‌های ارزنده‌اش. کدام خدمتش؟ برای راهبر اتحادیه بودنش، برای ساختن گیس نورک. قهرمان خلق برای چی به عنوان قهرمان داده شد؟ اینکه کاری بزرگی کردن که برای برپا کردن همین وقت دوره سالایی که واسطین بودن بسیار مهنت‌های سخت کرده برای همیشه من میدونم برای برپا کردن اتفاق سویتی در نویاها در رایون‌ها در بسیار جاها همین خیلی آدمای بزرگ بودن.